خبرها بود که علی مطهری، یعنی همون عضو استبل ولایت، اخیراً در مراسم سالگرد افتتاح موزه رفسنجانی در محل قبر خمینی شرکت کرده. بله درست شنیدید، موزه رفسنجانی. تو همه جای دنیا موزه ها محل اشیاء قیمتی و با ارزش هستن، اما از اونجایی که در این نظام چیز ارزشمندی وجود نداره، در نتیجه موزه هاشون هم میشه محل نگهداری بانیان قتل و غارت. حالا اینو داشته باشید تا بریم سراغ سوتی علی مطهری تو موزه رفسنجانی که گفته هاشمی میخواست ایران الگوی کشورهای اسلامی بشه که مردم حسرت امارات و ترکیه رو نخورند. البته رفسنجانی از این پرت و پله ها کم نگفته، اما اگه از حق نگذریم این یکی جون میده برای سوتی بازار. یکی نبود به کوسه گور به گور شده نظام بگه بابا امارات و ترکیه که خیلی لاکچریان. آخوندا تو این 40 سال بلایی سر مردم ایران آوردن که الان خیلی ها حسرت کار کردن تو عراق رو میخورن. ببینید کار به کجا رسیده که همون عراقی که به خاطر سالها جنگ تبدیل به ویرانه شده بود، حالا گفته به ایرانی ها دیگه ویزای کار نمیده. یعنی از صدقه سر و عمامه آخوندا تو این 40 سال وضعیت جوانهای ایرانی اینطوری شده که نمیشه مستقل بشن و نمیشه با خانواده زندگی کنن، نمیشه تو ایران بمونن و نمیشه مهاجرت کنن، نمیشه حرف بزنن، نمیشه ساکت بشن، نمیشه کار بکنن و نمیشه بیکار بمونن. بعد درست تو همین شرایط شیخ فری ظلم میزنه تو چشم مردم و میگه آمار به ما میگوید که وضع ما به نسبت پارسال به مراتب بهتر است و مردم آرامش بیشتری دارند. بله، حالا شاید بپرسید فرمول این آرامش چیه دقیقاً، چطوریه؟ الان خدمتتون عرض میکنم. طبق نسخه‌ای که آخوندها پیچیدن، مثل ژاپنی ها روزی 5 ساعت مجانی کار کنند، مثل چینی ها روزی یه وعده غذا بخورند، مثل یمنی ها گونی بپوشن اما مثل سوئدی ها مالیات بدن و مثل آمریکایی ها هزینه مسکن بدن تا آقازاده هاشون مثل شاهزاده ها زندگی کنن. اما فرمول درست رو این مادر بزرگ با نمک پیاده میکنه. باید با همه آخوندهای دزدی که دستشون رو تو سفره و بشقاب مردم ایران میکنن به این شیوه جواب داد. ايش بكي؟ ايش صاير معك؟ بدي اكلها. لا تاكلها لا. رجع المحل. سوري تاني، سوري ما تخزيني.